در کتاب The Sociology of Development Handbook از جورجی هوکس که دانشگاه کالیفرنیا چاپش کرده، یکی از مباحث مهمی که میاد مطرح میکنه در حوزه جامعه شناسی توسعه بحث نوسازی اکولوژیک هست. اینکه اون فرایند نوسازی در جامعه که به وجود میاد چجوری اون بازاندیشی بیشتری رو میاد فراهم میکنه در سراسر سیستم اجتماعی، اقتصادی و نهادی که ما در مقابل شاهد نوآوری فناوری هستیم، پیشرفت فناوری به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به تغییرات پایدار و در نهایت شاهد رشد سازگار، اون رشد اقتصادی به قول معروف توسعه هستیم با اون نتایج محیط زیستی. اما یکی از مهمترین مباحث بحث عقلانیت اکولوژیک هست. اینکه رشد اقتصادی باید هم اون بازاندیشی نیشن استیت ها، دولت ملت ها و هم قدرت های خود تصحیح کننده اونها رو به قول معروف به وجود بیاره و اون عقلانیت اکولوژیک ظهور میکنه که در مقابلش ما شاهد عقلانیت اقتصادی هستیم که مراحل اولیه توسعه غالبه. در رشد و توسعه، در پیامدهای اجتماعی اقتصادی توسعه، یکی از مهمترین فاکتورها آموزش، education هست که ما در جامعه چقدر تونستیم به واسطه رشد اقتصادی آموزش مناسبی رو هم برای دانش آموزان، دانشجویان فراهم کنیم و در مقابل اون چقدر تونستیم به اون رفاه دستیابی پیدا کنیم. پس بحث رفاه و بحث آموزش که مستلزم رشد اقتصادی هست نیازمند برنامه‌ریزی اجتماعی درست و دقیقی هست در جامعه که به واسطه اون برنامه‌ریزی اجتماعی اون مشکل اجتماعی شناخته بشه، مداخله‌گران و تسهیلگران اجتماعی بیان مداخله کنن، مشکل رو ارزیابی کنن، ارزیابان درونی و بیرونی به واسطه پایش و ارزشیابی و در مقابل اون نظارت و ارزیابی مستمر و دقیق از اون مشکل، پرابلم یا اون مسئله اجتماعی رو در جامعه داشته باشن. در حیطه فرایندهای اقتصادی که ما در ابتدا در این فرایند اقتصادی باید رشد اقتصادی نهادینه بشه که به واسطه رشد اقتصادی شاهد توسعه اقتصادی و در نهایت توسعه سرمایه‌داری باشیم. یکی از مهمترین فاکتورها و شناسه هاش فرهنگه، چون درخت توسعه روی ریشه فرهنگ سبز می شود